بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب التعليق على الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى، والتعليق لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. وقفنا عند قول صاحب المتن: الأصل الثالث: إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ وكان إن أصل همچون قوت دهندی اصلی دویم است. قوت دهندی اصلی دویم است. اگر ما اصلی دویم فهمیدگی باشیم از چی عبارت بود؟ یک بار باید بره. یعنی الله امر فرموده است به جمع شدن و منع کرده است از پراکنده شدن، و کسی نسبتی همین دو امر چی باشد اهمیت دهد، ان همون اهمیت دادن او، تلاش کردن او در پیشگاه الله همچون عبادت محسوب می شود. گفتیم من فعبدونی، گفت الله به همین طرز من عبادت کنید. در دیگه جا چی فرمود الله؟ اتقونی، گفت من تقوا بکنید. این است تقوا. مفهوم؟ اکنون هزار تلاش و کوشش میکنیم من و شما برای امت یک جای کردن در اطراف دین وحدانیت. خب هزار من شما تلاش کوشش میکنیم که از امت پراکنده نشود در دین. فهمیدید؟ همه تاجیکستان و تاجیکستانی ها، یعنی هر کسی که در علمی کشوری خودش باری خودش هست مخیلی و دیگر کشورهای اسلام، همه تلاش کند به هر حاج به کدام یعنی که راهی که نباشد به کمالات نمیرسد. یعنی این تلاش و کوشش پره نمی شود، ثمره بخش نمی شود، نتیجه خوب نمی دهد تا من و شما به این اصلی سیم عمل نکنیم. فهمیدید؟ اصلی سیم این پرکننده اصلی دویم است. فهمیدید؟ اصلی یکم این اساس و پایه اصلی دویم است. اصلی یکم از چه عبارت بود؟ اخلاص در دین و هر چیزی که ضد اخلاص است با مقابل او برخیستن یا که مثال گیریم از او احتیاط کردن. در اساس اصل یکم با من شما چیکار میکنیم؟ تلاش کوشش میکنیم که در دین جمع شویم و پراکنده نشویم. اکنون در اساس اصل سیم من و شما این اجتماع یعنی جمع شوی را چیکار میکنیم؟ به کمالات میرسونیم. یک چیزی نقطه اساسی است برای خاطر به کمالات رسیدن، یعنی به درجه 100% من شما جمع شدن ما و پراکنده نشدن، این وابسته به اصلی سیم است. میفرماید شیخ الاسلام: این من تمام الاجتماع، یه صحبت خودی که دوامی همون رفته شده است. این من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشیا. اصلی سیم آن است که برای کسی که بر ما فرمان روایی میکند گوش فرا دادن، یعنی گوش کردن، فهمیدید شدید؟ و اطاعت از آن کردن، یعنی راهبر گفته شده از کمال اجتماع است. فهمیدید شدید؟ امون وقت یعنی که ما به درجه 100% جمع شده میتوانیم در اطراف دینی، و اگر چی آن یعنی همون راهبر بنده حبشی باشد، اگر سنده که همون راهبر بنده حبشی یعنی که غلامی حبشی، یک کسی بیره از بیره اومده در تاجیکستان، برای مثال گوشدیم چیکار میکنن؟ راهبر شده است.
به طریق زوری گرفته دولت چیکار کرده؟ مهم مسلمان است. برای چی در اینجا عبدن حبشی هم گفته شده است؟ اساسا عبد بندی حبشی یعنی زنگی وی زنگیش میگه، خیلی نمیگه زنگ زدگی، زنگیش میگه سیاه. این اون معنا میدهد که اساسا برای خاطری راهبری عام شدن، امامی عام شدن، اصلش با یکی از شرطاش باید که قریشی باشن. همه خیلی است. خب اکنون یک چی اومد، یک کسی حبشی به طریق گویم زوره راهبریت گرفت، مسلمان هست. این وقفنا گفتیم که یعنی از کمال اجتماع چی بوده است؟ برای کسی که بعد ما فرمان روایی میکند، راهبری میکند، با او مثلا گوش فرا کردن، گوش داشتن، گوش کردن و اطاعت از آن کردن، این از کمال اجتماع بوده است. یعنی همون اصلی دویمی که باید ما جمع شدیم اکنون به کمالات خواهیم که رسد، یعنی کار ما موفق شود، باید که راهبر اطاعت بکنیم، گرچنده که او از چی باشد؟ از حبشی باشد. برای چی حبشی ذکر شده است؟ یعنی مادامی که به گوش فرا دادن و اطاعت از فرمان روایان کردن کمال اجتماع باشد، مادامی که اخی باشد، این هنگام به فرمان روایان یعنی به راهبرها گوش فرا دادن و اطاعت از آنها کردن از واجبات اساسی اسلام اعتبار داده میشه. اینا فهمیده؟ با صرف نظر که او از کدام جنس و از کدام قبیله و از کدام رنگ است و خواه عادل است و خواه فاجر باشد، حتی مهم از چیست؟ مهم آن است که فرمان روا مسلمان باشد. فهمیده؟ مسلمان باشد و الله تعالی امر مسلمان را در زیر راهبری آن جمع آورده باشد. یعنی مردم متحدن، مردم یعنی که کارشون موفق شده است، جواز سفر دارد، یعنی این کشور به اون کشور میرد، یعنی که کارشون به جمع دیگه است. در این حین اطاعت از آن کردن و به گوش فرا دادن یعنی که واجب میشه به اون کس. فهمیده؟ نعم. ولو كان عبدا فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من انواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به. پس الله سبحانه و تعالی این را یعنی این اصل با بیان قطعی و کفایت کننده با اسلوب از انواع بیان، یعنی هر اسلوبی، هر نمودی بیانات که الله تعالی فهماندگی است، هم در شریعت و هم در تقدیر روشنی انداخت. یعنی هم در تقدیر معلوم است که امروز دستور ما چی که آمده است همش از تقدیر میدونیم، اما خلاص روشنی انداخته. سپس این اصل را در نزد بیشتری کسانی که ادعای علم میکنن، ملا هم میگن که همین اصل را شناخته نمیشود. ملاها ما این نمیدونن. فهمیدی شده؟ شناخته نمیشود. پس عمل به آن کردن چی رسد؟ یعنی امروز ما چی خیلی درباره عمل کنیم میگوییم که پس از عمل او باید چی باشد؟ علم باشد. فهمیدید؟ بعد چی میشد؟ اون عمل ثمری چی میشد؟ ثمری علم شد داخل. برای من شیخ میفرماید که حاضر این مردم میگود چرا نمیدونند؟ یعنی که اهل علم میگود این بیگانه باشه از این اصل میگود با عمله چخیل ما عمل طلب کرد میشه. فهمیدید نه؟ خب مالک میفرماید یا که بیام هم شاگرد شیخ پیش از شرح شیخ شروع کردن اندک صحبت میکنند. میفرماید که ان الله قد بین لنا في كتابه ووضح صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنا في سنته وجوب طاعة السلطان فيما ليس فيه معصية لله ولا لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واقعا الله سبحانه و تعالی برای ما در کتابش در قرآن کریم روشنی انداخته است، بیان کرده است و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در سنتش برای ما ایضاح داده است. چرا؟
واجب بودن اطاعت راهبر را در آن کارهایی که در اون کار نسبت الله نسبت پیغمبر او یگان معصیت نیست. فهمیدید؟ واجب است در اون. فإن امر السلطان بمعصیة فلا سمع اذن ولا طاعة. اگر سلطان اگر راهبر با یگان معصیت امر فرماید چه یعنی در این حین نه گوش فرا داده می شود و نه اطاعت کرده می شود، اما بعد مقابلیت هم نشون داده نمی شود. و هو ما بینه شیخنا من الادله على هذه المسألة عند قول المؤلف فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من انواع البيان شرعا. این یعنی که همان بیانات است که شیخ ما یعنی که شیخ احمد گفته است، طلبی شیخ احمد اخیر، یعنی شیخ ما دلیل ها رو پیشنهاد میکنه تحت این مسئله در وقتی که شیخ مؤلف یعنی صاحب متن گفت فبین الله هذا بیانا شافیا کافیا بوجوه من انواع البیان شرعا، در تحت همین میگه بس شیخ ما یک چند دلیل ها رو پیشنهاد میکنه. و اما قوله قدر در تقدیر گفت یعنی فهو ما كتبه الله في اللوح المحفوظ على الأمة الإسلامية أفرادا وشعوبا حينما عادت وتعود إلى كتاب ربها وسنة نبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. یعنی در تقدیرم الله تعالی این کتابت کرده است، اون معنا دارد که الله او را کتابت کرده است در لوح المحفوظ بالای این امت اسلامی افرادن و شعوبن، خواه یا تنها باشند این امت، خواه خلق باشند، وقتی که اینها برگردند عادت و تعود با من برگردد یا که برگشت یا که برگردد به کتاب پروردگار و به سنت پیغمبر صلی الله علیه وسلم و تعمل بهذین المصدرین المنزلین من عند الله. اگر این امت میگه به این دو سرچشمه‌ای که از پیشگاه الله که از نزد الله نازل شده است عمل بکند، تعملوا و من تلك الامور التي امر الله بها و امر بها رسول الله صلی الله علیه وسلم طاعت ولی الامر بالمعروف. و از جمله همان اموری که الله امر فرموده است، از جمله همان اموری که الله تعالی امر فرموده است و نسبت اونها پیغمبر صلی الله علیه و سلم امر فرموده است، یعنی از جمله امرهای الله از جمله امرهای پیغمبر این اطاعت کردن راهبران کار هستند. بالمعروف یعنی در جاده شریعت، در جاده شریعت بالمعروف و الاجتماع علیه در اطراف و یا جمع شدن امر فرموده است و عدم الخروج علیه و خروج نکردن علیه راهبر نبرآمدن، این گفتی الله گفتی پیغمبر است. بالقول والفعل، نه در سخن نه در فعل. فهمیده؟ نه باید که در دهان یک کلمه نه در یک جای تنها در یک جای گویم جمعیتی که اون کلمه تو باعثی چی باشد یا که دلالت به اون کند که باید مزید راهبر بده. این خیلی کلمه باید از ذهن صادر نشه. بعضی انسان‌ها که به راهبرای دولت چیکار میکنن؟ معامله خوب میکنه اما در تنهایی یا که در از ویا که بی‌راه شد بعد چیکار تنقید میکنه و بعد مردم بر میخیزانه. برانگیختن میگن که خیلی شورش میبردارن. یا که فعلا چقدر که دیمونستراسی و دیگه گردی همایی مظاهرات میکنن امروز. همه اینها خلافی گفتی الله خلافی گفتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. فإن الله قد وعد من فعل ذلك بالخيرية والعزة والتمكين في الأرض. واقعا الله تعالی وعده کرده است کسی گفتی الله را به جا بیارد به خیریه. خیره یعنی چه؟ کنتم خیر امت، شما بهترین امت هستید، یعنی همین بهتریت الله تعالی برای شما وعده کرده است و چرا غالبیت عزیز شدن را برای شما وعده کرده است و تمکین فی الارض در زمین برای شما امکانیت وعده کرده است و نصرت و غلبه پیروزی را برای شما الله وعده کرده است علیه دشمنان علی الاعداء، به شرطی که گفتی الله را بجا بیارید. كما قال تعالى چنانه که الله تعالی میفرماید وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. الله وعده کرده است کسانی که از شما ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند. دیدید این وعده الله برای کیست؟ برای کسی که ایمان آورد از شما عملی صالح کرد. عمل وعده از چی عبارت است؟ لا یستخلفنهم فی الارض، البته و اینها را خلیفه قرار خواهد داد در روی زمین. و اینها در روی زمین چی؟ صاحب اختیارشون میکند. صاحب اختیار خلیفه من نیست که
یعنی گذشتگان من و شما در روی زمین دارای یعنی خلیفه بودن. ما خلیفه ها یعنی که چی؟ راهبرها داشتیم. امروز به راهبرها از بین رفتن، یعنی که رفتن برای خاطر اینکه شما پی ویها را گرفته، برای شما قوت و برای شما امکانات پیدا شود، باید که به وعده الله یعنی که در مقابل اون وعده چی درخواست شرط ها مانده است او را عمل بکنیم. الله وعده کرده است این کسانی که از شما ایمان آورده کارهای شایسته کرده البته ویها را در روی زمین خلیفه قرار خواهد داد. چه معنا داره؟ یعنی لیجعلنهم فیها خلفاء، در روی زمین ویها را خلیفه قرار میدهند. یتصرفون تصرف الملوک، بادشاها چه خیلی که راهبری میکنن که انا میخوام شما در روی زمین راهبری نفتی خودتون میشه، راهبری گازی خودتون میشه، راهبری تمام معدنهای خودتون میشه. فهمیده؟ این خیلی که مثال گیریم شما راهبری همینا باشه اینا از دست شما کشیده گرفتن گرفت. فهمیده؟ کما استخلف الذین من قبلهم، چنانی که قبل از اینها دیگر کسا را الله تعالی به سبب عملهای خوب کردنشون خلیفهشون قرار داد. ولا یمکنن لهم دینهم، البته برایشان دینشان را امکانیت میده. برای چی ما امروز در دین ما امکانیت نداریم؟ یعنی بیملال سنت رو به جا آوردن نمیتونیم. کدام دین؟ الذی ارتضی لهم، همون دین رو که در او رضایت الله است. معلوم میشه که با دینداری مردم بوده است که و دعوی رضایت الله است، با دینداری میکنن که به طور خودشون دعوی رضایت الله نیست، بدعت است، شرک است، خرافات است. انا همون دینی که الله راضی میشد از اون همون الله میتونه این وعده رو دیده شده خلیفتون قرار میدهد، در روی زمین امکانیتون میتونه که دینتون بیملال دینداری میکنه، سنت رو عمل میکنین، سیم نعمت بینید. ولا یبدلنهم من بعد خوفهم امنا، بعد از خوفشان به اونها امن میبخشد. یعنی از هر چی که میترسیدن ترسشون به امن به آسایشتگی عوض میکنند. از یکون بلا نمیترسن، به اون تعبیر بگیم. نه از دشمن داخلی میترسن نه از خارجی. این امن آخر نعمتی بزرگه. این امن است که من شما بیملال نماز میخوانیم. این امن است که برادران من شما بیملال در خانه ما خواب میکنیم. این امن است که من شما زن فرزند پرتوته به دیگه کشورها سفر میکنیم. فهمیدید؟ این امن نبود که پیغمبر علیه السلام جای تولد شدگی کعبه که بهترین یعنی که جای پاک بهترین جای روی زمین این کعبه است، همونجا پیغمبر علیه السلام پرتو. برای چی؟ برای خاطر اینکه او را قصد کش کردن، برای خاطر اینکه امن نبود. هجرت به خاطر چی شده بود؟ به خاطر بی امنه. این سیم نعمت. اکنون همین سیم نعمت الله تعالی به ما وعده کرده است. همین من شما میدونیم که الله وعده را خلاف نمیکنه. همین خلاص. به خاطر آنکه این سه نعمتی گرانبها یا که تماما یعنی که یگان پول پیسه نمیرسه، برای خاطر اینا رو عملی کردن. الله تعالی با من شما مؤمنها عملی صالح کردگی ها وعده کرده است که اینها عملی شود، الله تعالی برای ما بدهد. از ما یک چیز درخواست میکند الله، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، توحید. من عبادت بکنن و من یگان کس و یگان چیز شرک قرار ندهن، شریک قرار ندهن. انمی وعده ها میتیم شما. سبحان الله، خیلی آسان میتابدن، هیچ کار نکن میگود. یعنی دعوا نکن، چیز حج تشکیل نکن گفتی صداست. فهمیدید؟ نه در این یه حج تشکیل کنی است، نه در این قد کوچیک اشون به ریشا رو گفتن ریش ماندنه، نه قد کوچیک اشون به زنای یعنی که به سطر سطح اینا نبود است. یگان که اینها نیست، فقط مردم به یکو یگانگی الله سبحانه و تعالی در عبادت دست دعوت میکنیم و از تمام شرک و از تمام انواع شرک مردم آسته آسته چیکار میکنی؟ هشدار میکنی که احتیاط کنن. به همین توفیق الله سبحانه و تعالی برای شما
چه این نعمتاشو میبخشد. یکی از این نعمتاشو در روی زمین خلیفه قرار دادن، دیگر چه دین پسندیده شو برایشون امکانات بخشیدن. سوم با نعمت بزرگ که این نعمت اگر دیگر با بزرگی دارد، فهمیدید؟ این نعمت امن است که یگون خوف و ترس در قلب من شما است او را نصب میکند الله تعالی. از یگان نمودی دشمن نمیترسد. چی بود است؟ یعبدوننی، من عبادت بکنن و به من یگون کسی یگون چیز شریک قرار ندهند. برای ما شیخ الاسلام چی فرمود؟ و عدم ما امر الله به التوحید، هم خلاص و هو چی گفت؟ و هو افراد الله بالعباده و عدم ما نهى عنه الشرك، هم خلاص و هو دعوت غیره معه. و دلیل چی میبره شیخ الاسلام؟ و دلیل قوله تعالی واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا. این امر پروردگار الله را عبادت کنید، این توحید است. زنی که گفتم که و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، و معنی یعبدون ماذا؟ یوحدون، توحید است. دیده این علم باید دیگر شکل وابستگی دارم. ما میگه که این خونم رسول صلی الله علیه و سلم نخونیم میشه، شکل نمیخونیم رسول صلی الله علیه و سلم. رسول صلی الله علیه و سلم نخونی نگجو میفهمی برای پرواز کردن. وقال تعالی ولینصرن الله من ینصره، البته الله نصرت و پیروزی میدهد کسی که الله را یاردم دهد. در چی یاردم دهد؟ در رواج این دین، در یعنی که در پهن کردن این دین. ان الله لقوی عزیز، بدرستی الله بقوت است، صاحب قوت است، عزیز پیروزمند است، نیرومند است که یگان کس او را غلبه کردن نمیتواند، بالعکس یعنی که او غالب است بر سر همه. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. کسانی که ما برایشون امکانات میبخشیم، کسانی که ما برایشون چی میبخشیم؟ امکاناتشون میبخشیم، این نصرتشون میدیم علیه دشمنشان و چه قدرت و تواناییشون میدیم که به کشورشون صاحب میشن. کشورشون مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة، نماز میخوانند، و آتوا الزکات، زکات میدهند، و امر بالمعروف میکنند و نهی از منکر میکنند. ولله عاقبة الامور، یا عاقبت هر یک کار به سوی الله است، برای الله است. یعنی اینه از من شما طلب آن است که ما عمل بکنیم، اما نتیجه را از الله باید ما نگران باشیم. همین خلاصه انسان باید که سبب تشکیل کنه و بعد از الله نگران آن باشد. بعضی انسان چی؟ حتی در بعضی انشاءالله گفتن انسان ها یعنی که دروغ میگن. میدونید چی خیلی؟ یعنی که میگه که برو در عمل کردن که خدمت اسلام کردن که بعد بیرون میگه که انشاءالله عمل میکنه. اگر همون انسان در دلش عمل کردن نباشد، هم تو برای تسکین، برای آرامی قلب من شما گفت که انشاءالله دروغ گفتید. و بعضی انسان ها مثال میگوید که نمیخواد که بیایم گفتن نمید، یا که نمیتیم گفتن یا این چیزا مثلا من میگه انشاءالله میگه انشاءالله همین دروغ میشه. بعد چیه؟ این برای خودش استرخاف کرده شده است که مبادا اگر ناامده منم میگفت من تو رو گفتم که انشاءالله الله نخواست برای الله میکنم. یعنی این چیز کلمات انسان شوخی کردن نمیتونه. میفرماید و حينما تترك الامه الاسلاميه العمل بالكتاب والسنه وتتعبد بشيء لم يأمر الله به فإنه قد كتب وقدر في اللوح المحفوظ بأن من كان هذا حاله ومن ذلك عدم طاعة السلطان والخروج عليه بأنواع الحكم. نعم. وقتی که امت اسلامیه عمل به کتاب و سنت را چکار میکند؟ ترک میکند و عبادت میکند به یک نوع عبادتی که الله او را امر فرمودگی نیست، لم یأمر به الله، یک نوع عبادتی که در کتاب الله نیست، سنت پیغمبر نیست. فانه قد كتب، انا همین آدم میگوید نوشتگی است، تقدیر کرده در لوح المحفوظ که من کان هذا حاله، کسی حالش این طور باشد، یعنی کسی حالش همین طوره، همین پیشکی در لوح المحفوظ کتابت کرده شدگی است. از جمله اطاعت نکردن سلطان و علیه او برآمدن به هر انواع برآمدن، همینم در لوح المحفوظ است. فإن الله اذا رأى من عباده هذا يبتليهم بالتفرق والتمزق.
و درسته الله وقتی که از بندگان چنین خصلت‌های بد رو بیند، یعنی نااطاعتی راهبران علیه اونها مبارزه بردن، این کارا رو بیند، اونا رو چیکار میکنه؟ میسنجشون و بلا گرفتارشون میکنند. اون بلا از چی عبارت است؟ به تفرقی و پراکندگی و تمزقی و یعنی که جداگانه، یعنی جدا جدا شدن. و یجعل بأسهم بینهم، نگاه کنید الله تعالی در سرشان یا که در بینشان پرابلم خودشون رو میپتاید. فهمیدید؟ یعنی دشمن با به ملال از بیرون آمده چیکار میکنه؟ خیلی که سبحان الله بین مسلمان ها چی شد؟ فتنه شد که اینها پرابلمی بین یکدیگر حل کرده شدن، از بیرون دشمن زدن دید. برای مثال و یجعل بأسهم بینهم، الله تعالی چیکارش میکنه؟ یک بلا میفرستونه. اون بلا از چی عبارت است؟ پرابلمشون در درون خودشون میبینه. و یسود الفساد ويسود الفساد والبلاء بين افرادها. من میبینید که در بین افراد امت راهبر کیست؟ یعنی اینا، یعنی امت، افراد امت، اشخاص امت، عضوهای امت راهبری میکنند که و چی راهبر میشن؟ فساد بلا. فساد بلا اینا را یسود، یعنی که غالب میآید. خیلی که الله تعالی فرمود ان الذين فرقوا دينهم ای اختلفوا، و درستی کسانی که در دینشان اختلافا کردند و کانوا شیعا، فرقه شدن، لست منهم فی شیء، در یگان گروه اینها تو نیستی. فهمیدی سیده؟ پیغمبر علیه السلام میگه که نه در این هستی تو نه در آن هستی، یگان حزب بنده تو نیستی، نه حزب نهضت هستی میگه پیغمبرش، نه حزب تحریر هستی، نه یگان حزب تبلیغ هستی. چون از اصل دین اینا پاره پاره شده، جدا شدن. ای انت بریء منهم عمل، تو از همه بیزار هستی، از همش پاک هستی. انما امرهم الی الله، کار اینها به الله است، یعنی به اینها الله چاره میبینه، چاره اینا رو الله میبینه. ثم ينبئهم بما كانوا يعملون، بعد از آن وقت ساعتش میرسد که الله تعالی به ایشان خبر میده اون کارایی کردن. اون بعد وقتی که دستور امت اسلام آورده، همیشه الله تعالی از اینا میپرسه. فلنعتصم جميعا بما جاء في الكتاب والسنه، ما باید همه یک جایه چی که در قرآن و چی که در حدیث آمده است چنگ بزنیم. ولنجعل نصب اعیننا، و هر چی که در قرآن و حدیث آمده اینها رو باید که در پیش چشم ما قرار دیم، نور چشم قرار دیم. فهمیدید؟ ان كل امر من الله او من رسوله، که هر امری که از پیش الله هست یا که از پیش پیغمبر او صلی الله علیه و آله است، بانه امر واجب الامتثال، این امری است که اطاعت کردن واجب است. الا ما دلت النصوص على ان هذا الامر على سبيل الاستحباب، مگر یگون دلیل با آمدگی باشد که این امرم که باشد به طریق استحباب و او را همچون مستحب قرار میدهیم. لیکن هر امری که از جانب الله از جانب پیغمبرش آمده است، در مد اول این امر وجوب است، تا یگون دلیل آمده چیکار نکنه این واجبه از چی؟ از رتبه وجوب به استحباب نفرارد. مستحبش به اون وقت مثلا نکنی یعنی که گناهکار هم که نشی، یعنی ثواب نمیگیری. برای مثال نعم. وأن نعتقد فيه اعتقادا جازما لا مرية فيه بأن فيه الخير. دیده؟ ما در هر امری که از در کتاب الله آمده در سنت پیغمبر آمده است، ما باید اعتقاد داشته باشیم. چه خیلی اعتقاد؟ اعتقاد قطعی. اعتقاد قطعی از چه عبارت است؟ لا مریتی، بدایا یگون خلاف باید نباشه، که در همان خیر است گفته. این در هر امری پروردگار، در هر امری پیغمبر علیه السلام در وی خیر هست و بخلافه یحصل الشر. ما باید اعتقاد داشته باشیم در خلاف امر پروردگار، امر پیغمبرش، این در وی چی میشه؟ شر است، خوبی نمیبرد. و ان کل نهی نهانا الله عنه فی کتابه او نهانا عنه رسولنا محمد صلی الله علیه وسلم فی سنته. و باید اعتقاد داشته باشیم هر منعی که الله ما را از اون، یعنی که یعنی هر منع شده که الله تعالی ما را از او منع فرموده است در کتابش، یا ما را از او پیغمبر ما محمد صلی الله علیه و سلم منع کرده است در سنتش،
فانه نهی، این چنان منع است که یحرم علینا الوقوع فیه، و ما حرام است در او گرفتار شدم. الا ما دلت الادله على ان النهی فیه على سبیل الکراهه والتنزیه، مگر یکون دلیل با آمده باشد که اون نهی را به سبیل کراهت و به سبیل چه تنزیه گفته باشد، یعنی رتبهش اگر پس کرده باشد اون این دیگه است، یعنی همچون مکروه میشود، یک مکروه تنزیهی میشه، یک مکروه تحریمی. لاننا اذا وقعنا في النهي فسيحصل علينا الشر ان عاجلا و ان آجلا، زیرا اینکه ما اگر در نهی افتیدیم، یعنی در چیز منع کردی الله، چیز منع کردی الله، یکمین چیزی که الله منع کرده این شرک، دیگر بدعت، دیگر زنا، دیگر دزدی، دیگر گناه. اگر ما در یکون این یعنی چیزای منع شده گرفتار شویم، البته به سر ما یک شر می آید، این عاجلا یا حاضر و این آجلا یا آینده. یعنی امروز اگر در نظر تو هیچ نتابد، آینده میبینی چه خیلی در سر یک در آینده اومدگی همه خیلی می آید که دیگه یعنی که راحت گم میکنی. فهمیدید؟ فإن عدنا أيها المسلمون إلى الله عودة صادقة ذكرنا بسعادة الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. دیده چی میفرماید؟ اگر ما ای مسلمان ها به سوی الله برگردیم، اگر ما مراجعت به سوی الله بکنیم، یعنی از این کاری بیزب، یعنی از بدعت به سنت برگردیم، از شرک کلون و میده چکا به توحید برگردیم، از هر کارهای بد به کارهای خوب برگردیم. اینو میگو به سوی الله برگشتن، یعنی که هر چی که در طرف الله است این خوبی است. اگر ما برگردیم عودتا صادق، در گشتن ما صادق باشیم، فریب نکنیم خود ما را. فریب کردن این فریب خوردن است، خیلی ما در عوده در برگشتن صادق باشیم، ما پیروز میشیم، ما موفق میشیم به سعادتمندی این دنیا آخرت، در دنیا و در هم در این دنیا خوشبخت میشیم، هم در آخرت. و ان تخلفنا، اگر ما خلاف کنیم، اگر ما عقب نشینی کنیم به جای پیش رفتن، فان الامر على العكس من ذلك، کار عکسی این میشود، یعنی ما در دنیا هم خار و تحقیر و ذلیل میشویم، بدبخت میشویم و در آخرت هم. والله المستعان، از الله کمک میخواهیم. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، وجزاكم الله خيرا كثيرا، وبارك الله فيكم.